ACA در ازبکستان. درود دوستان، لیگ ACA در ازبکستان مسابقه برگزار میکند 8 مای، تقریبا بعد 2.5 ماه، و در این مسابقه بزرگ 3 ورزشگر تاجیک اشتراک میکنند و اینها باشند حفیظ سکیبکوف، اعظم غفورов و امام مهدی ارزوزاده. دوستان، این با قول روسا предварительный карт است، شاید که ورزشگران عوض شوند و در حال حاضر 3 ورزشگر از تاجیکستان هست و من میخواستم که فکر شما رو شنوم که شما کی رو میخواهید در 8 مای در تاشکند در لیگ ACA ببینید از ورزشگران تاجیک. کی با فکر شما بهتر است که در آنجا شرکت کند و دست بالا شود؟ در حال حاضر حفیظ سکیبکوف، اعظم غفورov و امام مهدی ارزوزاده. شما کی رو میخواستید ببینید؟ هر یک نفر در کامنت نویسید که ورزشگری دوست داشتهتان یا که با قول شما کی بهتر بود که در آنجا شرکت میکرد، چون که این یکمین بار است در ازبکستان لیگ ACA مسابقه برگزار میکند و ما میخواهیم که ورزشگران بهترین تاجیک اونجا شرکت کنند و دست بالا شوند. دوستان، بعد یک سوال دیگر با مردم تاجیک، برای چی در مثلا اینا در ازبکستان، در قزاقستان، در قرقیزستان، ما ازبکستان رو در نظر نداریم چون که اونجا بند است همه چیز و اجازه نیست، برای چی در این مملکت ها در قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان لیگ ها هستند و در اونجا دیدیم که این ACA 8 مای مسابقه برگزار میکند و در تاجیکستان نه. ما در تاجیکستان لیگ تجمف داریم که این بهترین لیگ است و رقم 1 هم است در دنیا. ورزشگران تجمف همیشه دست بالا میشوند، قهرمان میشوند و چند سال پای هم قهرمان جهان رو گرفتند و ما میخواستیم که در تاجیکستان هم با مثل ACA همون شرکت های بزرگ مبارزه برگزار کنند و این برای رشد ورزش، برای رشد MMA در تاجیکستان خیلی خوب است که مردم زیاد به ورزش ذوق میبندند و ورزش میکنند و در دنیا تاجیکستان رو معرفی میکنند. فکرتان رو نویسید دوستان در کامنت ها، برای چی در تاجیکستان همین چیزها اجازه نیست. و 8 مای رو انتظار میشویم. امیدواریم که در ازبکستان ورزشگران تاجیک دست بالا میشوند، چون که این خیلی محاربه مهم میشود برای مردم تاجیک. لیگ ACA که همه دنیا میشناسد و در این لیگ اگر در 100% باور داریم که بچهای تاجیک از تاجیکستان همه میآیند برای دستگیری کردن ورزشگران تاجیک و بلیط میخرند و تماشا میکنند از زنده این مسابقه رو و امیدواریم که ورزشگران تاجیک دست بالا میشوند و پرچم تاجیکستان رو 8 مای در ازبکستان میبردارند. دوستان، فکرتون رو در کامنت ها نویسید. دعا کنید که ورزشگران تاجیک 8 مای دست بالا شوند و در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید. با من 60 فالوور دیگه در کار که من همین مشتی تاجیکی رو کانال رو مانتیزاسیون کنم. برای همین حتما ابونه شوید در مشتی تاجیکی. من به شما همیشه خبرهای خوش و خبرهای مهم ورزشی رو به شما میرسونم. یک بار دیگر در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید. خدا یار و یاورتون.